سلام و صد درودتون. این هست ویدیویی که شما الان نمیدونی ولی ما میدونیم. ولاگ اینم گربه منه. مامان کن وحشیه. خب بگو چی باید میخوام کجا بریم. نمیگیم تا آخر ولاگ بعد ببینیم که کجا داریم میریم. جایی که ما داریم میریم هوا گرمه. یه مشکل دیگه هم داره. مشکل اینجاست که من باید یه مقدار پوشیده لباس بپوشم، چیزی که با خلقیات من در نمیاد. خیر نمیاد متاسفانه. و چون با خلقیات من جور در نمیاد، مثلا لباسایی که من دارم چیه؟ خیلی پوشیده در همین حد، میدونی، یعنی مثلا حتی روسری اینجوریه. اینا رو هم نمیپوشم، ولی خب الان چاره‌ای ندارم، مجبورم ببرم که ماشین جریمه نشه. حالا کاری به این بخشش ندارم. از اونجایی که با خلقیات من جور در نمیاد، پس قاعدتا لباس زیادی واسه پوشیدن اونجا ندارم، یه تعداد محدودیه. اینا رو میبرم به عنوان زیر مانتو میپوشم. بعد برای اینکه بتونیم توی یک چمدون کوچیک که انقدره برای 2 نفر آدم بیشتر بچپونیم، اینا رو اینجوری میکنیم که بیشتر بچپونیم. دیگه من فکر میکنم که اینو همه بلد باشن. درست میگم؟ من بلد نیستم. خب تمام کسایی که توی اینستا و اینا زیاد چرخیدن میدونن، چون یه تایمی اصلا خیلی این روش و آموزشش و اینا مود شد. یه روسری سبز هم اونجا بهم میدی؟ همون رو میزه. حالا یکی از مشکلات من اینجاست که الان یه تعداد لباس هامون هم خشک نشده و ما داریم میریم مهمونی. ساعت 20 دقیقه به 9 شب. من هنوز حاضر نیستم داریم چمدون جمع میکنیم که بعدش بریم مهمونی، که بعد تازه صبح بریم پوتیفا رو بذاریم خونه مامانم اینا و بریم چیز مسافرت. نه نگفتم. حالا میتونه شیکاگو. بریم شیکاگو. من تو شیکاگو میگم حجاب داشته باشم، نه که حالا حجاب، منظورم که پوشیده تر لباس بپوشم. بعد اصلا نمیدونم چی دارم برمیدارم، چون که از صبح که بیدار شدیم ساعت 10 نیم امروز بیدار شدیم، همینطور دارم دور خودم میچرخم. یعنی اول فیلم گرفتیم، بعد از اونجایی که من یه مشکلی دارم که وقتی میخوام برم مسافرت قبلش باید خونه رو بسابم، وایسادم خونه سابیدم ساعتها و ساعتها و ساعتها. خب صبح رفتم همون، وگرنه الان غیر از خسته کثیفم بودم. یه پیرن خیلی دراز برمی‌داریم. پیرنه رو کیش خریدم تا تونستم اونجا پوشیدم، خیلی حال داد. اینجا هم میپوشم برای اینکه واقعا حال میده. ببین هم خنکه، هم لای همه جاش باد میره تو. همین که پوشیده است میتونی تو خیابون بپوشی. البته تو تهران که نمیتونی بپوشی، یه حالیه. تو تهران 1-2 بار یه بار پوشیدم، انگار یه جوری بود، مردم همه یه جوری نگاه میکنن. خب میمونه چیزای آرایشی بهداشتی که اونا رو فردا میذاریم. فقط الان مسواک و لیف و خمیر دندون در میدارم. 2 تا از لباسایی که میخوام خیسه، بقیه چیزا من فردا با بردارم. همین. خیلی داره خوش میگذره. ما الان بچه‌ها نزدیک سفر هستیم. الان نزدیکشیم، نشون بده. عکس‌سازی میدادیم. یکم دیگه مونده تا اونجا که بخوایم برسیم. 1000 کیلومتر چیزی نیست. از 100 بار بهتون میگم رژیم بگیریم. نشستی تو ماشین زد بیرون. ماشین گفت رژیم بگیر. همون قصی برد. کاری چقدر زندگی رویاییه. واقعا تا 2 ماه سخت اومدیم ما.
خیلی. اینجا ساعت 2:16 در شرایط سخت جنگی. خدا شاهده نصف ماشین کنی داره تیم ایران. هیچی هم ماشین نمونده دیوونه ها. الان یه چرخ راستش مونده. هنوز نرسیدم، هنوز راه نیافتیم 4 میلیون خرجش کردیم. یعنی ما بودجه سفرمون رو گذاشتیم برای ماشین. دیگه اونجا گردنمون میگیرن. سلام ما از یک شیراز بهاری، ولی توی تیر. باورتون میشه بچه ها این شیراز توی تیر و هم انقدر هوا سکسیه. هر وقت منو میبینین خوشحالی، من میدونم اینو. جان آمو گرمه. این لهجه شیرازی به خودش گرفته. این الان من نمیدونم این بچه ایلوره اصلا نمیفهمم. مشکلی هم که دارم اینه که هم گرممه، همین که یه چیزایی لای درخت هست که داره دهن منو سرویس میکنه. منو چیه؟ نمیدونم. پشن بشینیم اینجا بادش خیلی حال میده. اما تازه فهمیدم چشون شیرازیه. حوالا خیلی مخصصی. خیلی این الان ما همش خصص دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. همش خواست با اون میاد. ها قصه چیه دیگر؟ خوابم میاد. حالا فهمیدی چرا من همیشه خوابم میاد؟ ها ها چه قلمرات داره میخوابه. ها تا اینجا سفر چطور بوده؟ تا اینجا سفر کردیم، سفر خاصی نبوده، همش داشتیم میخوردیم و میخوابیدیم و سفر همینه دیگه. نه ما اومدیم شیراز ولی هیچ جای از شیراز رو ندیدیم. نمیدونم چرا اینقدر خوابم میاد. من یادم سری پیش اومدم شیراز با مهنوش انقدر خوابم نمیومد.
اینجا همین جوریه، تو با شیرازی نیومدی که حس شیرازی ها رو بگیری. الان حال ندارم از جام تکون بخورم. آره خسته ایم ما. چشام ببین داری اینجوری گرو بازه. تو چنین فضایی ما نشستیم. الان یه باد میاد فیس زنم میزنه بیرون. وقتی هیچی نداری بگی داری فقط داری نگاه می‌کنی. ببین خیلی خوابم گرفته نمیدونم چرا. منم خیلی خوابم میاد. چرا؟ بعد ما تازه قهوه خوردیم. آره بچه اینجا کافه های خیلی باحالی داره. ما اومدیم طوری نوتبا کنیم. بهت نشستیم. خیابون بولوار اردیبهشت. آره بولوار اردیبهشت. اومدیم شیراز بریم بولوار اردیبهشت. 3-4 تا کافه خوب با قهوه‌های خوب داره واقعا. خیلی هم خفن بود. تو کلا شیراز خیلی جای خفن زیاد داره. نه که شیرازی باشم و نه، ولی واقعا جای خفن زیاد داره. باریکلا. آفرین. اینجوری ما میایم شیرازا. خوب میزنه خدایش. برو. بله. اوه 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 ضربه اول. اوه اوه. شبیه معلولا دارم بازی میکنم. یگانه رو آوردیم شهر بازی با دوستش.
6:30 بعد از ظهر راه افتادیم. الان ساعت 5:30 صبح و تا 5:30 صبح هم مامانم خواب بوده هم یگانه. اما هیچ وقت تشکر نمیشه.